روزی از تلخک گناهی سر زد که سلطان محمود را سخت خشمگین کرد. به خاطر همین دستور داد که جلاد سر از تنش جدا کند. جلاد با تیغ برهنه دور تلخک میچرخید و تلخک بیچاره از ترس چون بید به خود میلرزید. یکی از حاضران که از نیش زبان تلخک زخمهای بسیار و دلی پرخون داشت با پوزخند گفت: ای نامرد، مرد باش، این چه بی‌جگری است؟ مردان روزی میآیند و روزی میروند. تلخک گفت: من مرد نیستم. اگر تو مردی و جگر داری بیا به جای من بنشین و از این دنیا برو تا من برخیزم و پی کارم بروم. سلطان محمود که تلخک را بسیار دوست داشت و در پی بهانه‌ای بود که او را ببخشد، خندید و او را عفو کرد.